شرکت سانا صنعت. معرفی سیستم ارت. اقداماتی که به منظور جلوگیری از برق گرفتگی، حفظ سلامت تجهیزات، افزایش دقت دستگاه‌های الکتریکی و الکترونیکی می‌شود را ارتینگ می‌نامند. ارتینگ یکی از اجزای حیاتی تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی میباشد که در آن به صورت قراردادی نقطه‌ای را به عنوان نقطه‌ای با پتانسیل مرجع صفر در نظر میگیرند. معضلات چاه ارت. در بعد اجرایی میتوان به وجود عملیات حفاری، زمانبر بودن، اکسید شدن مس، محدودیت مکانی و وابستگی مستقیم به جنس و مقاومت خاک اشاره کرد. در بعد عملکردی میتوان به طول عمر نسبتاً پایین، امپدانس متغیر و بالا، عدم امکان جابجایی، هزینه بالای احیا و نگهداری. در بعد عوامل جوی میتوان به تأثیر یخزدگی، گرما و رطوبت بیش از حد بر زمین اشاره نمود. EDS چیست؟ EDS مخفف Electrical Discharge System و به معنای سیستم تخلیه الکتریکی می باشد. این سیستم کاملا مجزا از زمین و با امپدانس کمتر از نیم اوم، قابل اطمینان و بدون تاثیرپذیری از متغیرات محیطی، با قابلیت جابجایی و استفاده در ماشین‌ها و تجهیزات سیار، اقتصادی بودن آن در سرمایه‌گذاری اولیه بلند مدت و سهولت در نصب آن می باشد. گواهینامه‌ها. مقایسه چاه ارت و سیستم EDS. کاربردها: سیستم EDS ارت تجهیزات در صنایع مختلف از جمله بانکی، پزشکی و آزمایشگاهی، آیتی، صنعتی، مخابراتی، نظامی و کاربردهای خاص را به طور کامل تامین می‌نماید. سانا صنعت پیشگام در طراحی و تولید سیستم‌های نوین الکترونیکی. دفتر مرکزی تهران نارمک، میدان نبوت، گلبرگ غربی، خیابان کمیجانی جنوبی، پلاک 24، واحد 12.